خب مریم جان یه سری سوال آماده کرده بودی. چی بود؟ بعضیا میگن که ما میخوایم سردین بگیریم رو ساز تنبکمون، صدا رو خوب نمیتونیم خفه کنیم. چیکار باید بکنیم؟ سردین یا حالا خفه کردن صدا، خودم بیشترین اشکالی که تو دست بچه‌ها میبینم اینه که ضربه رو مثلا من قراره بشکن و صداشو خفه کنم. ضربه رو دارم اینجا میزنم، بعد شستم گذاشتم اینجا. خفه کرده صدا رو، ولی اونقدری دقیقاً این شست بعد زیر ضربه، حالا بشکن چپ هرچی هست، بعد زیر قرار بگیره. ناکنه چقدر فرق کرد؟ حالا من دستمو میارم این ورتر، خیلی فرقی نداره. بنابراین میایم اینجا. نکته مهمش اینه که این انگشت شست، این تیغه خارجی انگشت شست زیر جایی باشه که ما بشکن یا هر ضربه میزنیم. و توی بالا پایین کردن هم خیلی نیاز نیست فشار بدیم، فقط در حدی که رزونانس این پوسته گرفته بشه. حالا که چجوری ضرباتمون رو توی خفه یا سردین بزنیم، پست زیاد راجبش درست کردیم. یه نگاهی به صفحه‌مون بکنن، کلی پست آموزشی هست.